الکسا بخش بفهم آره اصلا مدرک هستم چی بخاطر چی بخاطر که نام پزشک قانونی نگه خانم شما نمیتونید اینو بگید مزاحم دیگه نه اصلا منو نگیره من پیش آقا پس چه چیزا تو این خودت مقصرم نمیگی خانم خودش الان به کارش ناشن شما رضایت نمیدم بله من صحبت دیگه صحبت نکنید چی فکر گرفتی چی خب باش صحبت کنم خود صحبت الو سلام بخش من می آسه خانم چه به گوشی اتاق زنزنی بله سلامت باشی خیلی ممنون ای خواست من چه زنه خواستی بیایی میرو دل بخوری خواستم من تری برستی یا نه اشکال نه خیلی ممنون دستانک و من حتما منتظرتونم خدا حافظ اگه خواستم خب من تماس بگیرم ده خود زنگ زدی هم مسیر بالاتر و طرفتر رو همین الانیا یه چند دقیقه طول کشیده یک دکمهش خلافه همه چای درست کن تا بخوابی چای درست کن Dato moglie, di loro, si fa un buon Bokens dato. همه از سر هم 20 تا همه از سر هم 20 تا جانم را خودش هستو همه آقایان تا گاه باز کنم بیا گانه باش Çeki düğüne. Bunları da dert çekiyor. Güzel. Güzel. سلامت بفرم بله خیلی ممنون سلامت باشی خب باش سلامت باش باش حتما فهم
بله میاد کلبه دارو میاد اما با دل مقاسم نمیزنه بخش سلام بفهم بخش دنی جای ما نمیده واسه کسی که بخش واقعا بفهم چه خبر؟ ما حقیقتش آسه خانم دادخواستتون رو من دیگه نوشتم و اینا هم برای اون آقا پسر قاسم آقا سجاد هم برای شما نوشتم حالا در حال پیگیریم و که نامتون از داستان بگیرم بعد دیگه این آقا هم هست گفت آقا امیر اونم یه شکایتی نوشتم و اینا احتمال داره تو همین چند روز ابلاغی بیاد براش حالا که اون بره ببینه اصلا جریان چیه یعنی الان بعض وقتا میاد تی شوکت بالا جرم بخیر باش صحبت کنی ولی بسو بخش این کاری چند زامدین آقا ساعت چطور آزاده بود؟ حالا ببین اصلا جریان چیه مقصر ماجرا کیه اصلا حالا تازه اومدم با این پرونده کدوم باید یه بار دوبارم برم آقا سجاد رو ببینم حالا نرفتم بنام پیش خودتون اصلا اصل جریان چیه اگه میبینی خودت مقصری برای مرگ اون خانم اون آقا امیر خودت من خودم یه جور دیگه پیگیری کنم و اینا اگه میبینی نه مخو اون لحظه خیلی چند بار اصلا تا حالا گفتم اون لحظه مقصر نبیام اون خوش من تعقیب چه اصلا زیر چه مرچبی حالا بالا بیام یا هر اتفاقی چه بس مثلا برای پزشکان نایچ اصلا به ارتفاع و سنخ مسئلهش وانه اون لحظه هم امید دیمورو ولی شاهد نه شاهد دارم اون من همیرو تصبه هم دام تصبه قشنگ نام داخل هم کلبه فرداش قیبو بی تام دیروز پیام شوچه تا امیر گفتن اصلا بین هاشا تصبه کوری بی تصبه تو نده که همه تصبه نداره بود حالا نه اینکه کی میشه مدرک حالا ما باید بریم ببینیم اصلا پزشک قانون خب چون که ضربه خورده بریم بیمارستان از طریق بیمارستان پیگیری کنیم یه نامه از طریق دادگاه بفرستیم رو پرونده ببینیم پزشک قانون چه جوابی داد هر موقع که مثلا این مرگا مشکوکه خودشون این کار با شکافی چیزی انجام میدن اگه بر اثر ضربه باشه مثلا که کسی زده باشه خودش معلوم اگه هم نه خود دیگه بله اینه چه امیری اصلا به خانه نبردم پزشک قانونی شاید گفتم برای بله پزشک قانون تا بیام من محکوم کن شاید دروغ میگه تا نبر پزشک قانون که گواهی فوت نمیدم گو من نبردم بود بیمارستان مور گفتم تا کشتش من رفتیم خاچه شدیم سر ما هم گذشته سکی خانمه تا با خیم بسته بود من دیروز چند روز پیش من تشا دیروز شما لباسل و حقش دامش که من رفتم وکیل جفتم ایتساریان که تو خود محکوم میره وکیلی گیری وسیله نه نبرنا داخل اصلا زبالش نرفت حالا احتمالی هست که شما مقصر نباشید احتمالش خیلی بالاست فقط ما یه نامه از خود دادستان بگیرن که بفرستن پزشک قانونی جواب پزشک قانونی رو بدن به ما تا این جریان از چه قرار اون مرگ اون خانم بر چه اساسیه اینکه مشخص بشه دیگه همه چیز مشخص بشه بله اشاره اگه شما میشه مهمه خدا نکنه که شما مقصر باشه اگه شما مقصر باشه جریانش چیزی دیگه هست باید این آقا فوقش خدای نکرده احتمال شما بیفتید زندان هم هست خود آقا سجاد همی رو زندان زمانی که آقا سجاد خود مقصر نیست بله و زمانی که سرباز اومد داخل باش امی گفته ما واسه شکایت داریم رو زندان سجاد گفت نه تو بچه داری خانه نیزشته به همه تن جرم جلو گفت مورو فلان خانه تینی کردم میره امیره تیم سرخاوتی سی همه را زندان ثابت میشه این قضیه حالا بذار من خودم پیگیری کنم یه جلسه دو جلسه هم برم زندان پیش آقا سجاد چون که وکیلشم میزانم برم بله میرم اونجا باش صحبت میکنم و اینا چون که اینجوری اگه خدای نکرده مثلا اون بخواد شما مثلا آسیب نزنه به شما خودش اومد خودش مقصر خودش دوباره یه جرم دیگه حساب میشه براش ممنون است
بذار من پیگیری کنم. بعد همه بفرمایید کاراشو چرا انجام خودتون بدم. دستانه دست که مادر خیلی زحمت ممنون. کشیدین. سلامت باشید. خیلی دست ممنون. مادر بخشت لحظه میخورده یعنی دست در نکن زحمت کشید. بفرما آقای افراد. میشه زود. میخوای خوردم این نون برکو بزنم خمیر گاه گوسفند مال همسایه اومد امیره آبچه خوبه؟ سلام حاج آقا. شما آسیا پایی چیه؟ یو آه یه وکیلی چرا گفتم وکیل درستی شد چی درست کنم چه وقت دفاع کنه در نت امیره که درخت توزدان سکت سزاد شاکر سزاده که زندانه یا هم خانم سزا شرکته سلام خوبی حاجی؟ سلام. بفرما بشینین صحبت کنیم. صحبت داشته بودی شیرون؟ ایگو ما مثلا تو همینطوری چی میگفت مثلا آدم وزیر قولی چیزی اراده که مثلا ما عقد کنیم صحبت کنیم آدم وزیر اجربتی همه تحویل دامه قرار بی چه بعد بگم بله آقا سزا رضایت بده که نره گفتی حتما با بعد عروسی بود من هم رفتم و چی رفتم بخوام من واقعا تو مقصری یا مقصر واقعا چی مقصره مقصر خب تنی بفرما آقای خانم. و چیزی رفته من تایی بره و چی بگید بفرمایید. بداکار یا من آموشه. چیردی نه؟ نه بداکار من چیردی نه حالا به کار نچرد حالا و چی رفتم من تو به کاریام فعلا تو بداکار اینگاه ما خودت فکر کنی چیزی رو من کشتی سنگر پاش پا خود گفتی و از زبان خود گفتی وقتا دوباره فکر کنی گفت مثلا ما قتال کنم نه؟ حاج آقا شما چجوری میدونی که این کشتش؟ چرا؟ خودت کشته باشی. خودش باش بی خودش هم نامه خودش پزشک گفت قانونیش کجاست؟ خودش گفت حاج آقا نامه پزشک قانونیشو بده به من تا من اینو بکنم زندان. خانمی نازش اصلا خانم. ما خانم نامه با من با لازم شما حرف دارم. ما لازم نیست که چی خانم داشته باشیم محترم من با شما حرف دارم. من وکیل این خانمم. خب شاکی من وکیل عموم قرار خیلی نیست اینو بود این خانم آسیه خب هیچی مشکل نیست. حاج آقا نه. نامه پزشک قانونی داری که کسی ضربه زد به سر خانمه؟ نه خودش از زبان خوش گفت چه گفت؟ خودش خوش گفت با تعریف ما کسی. رفتیم که سنگ پان رفت گفت من رفتم نمیدونستم این خانم پشت سرمه داره تعقیبم میکنه. اینا که نمیدونست بنده خدا گاهی یه دفعه پام سر خورد سنگ افتاد تو سرش من نمیدونستم همین سنگ هم با که هم رامم گرفتم و رفتم آمدم تا خیلی شلوغ و اینا بعد شما آمدی گفت خانم تو کشتی. خانم خوش از زبون خوش گفت سنگ در پام رفت کشته شد اصلا شاید و حتی از قصد- رفتن سر مزارش هم عذاب خودش هم- وجدان داشت نه نگاه کن شاید از قصد خودت یه بلاش سر خانم تا آورد. خودم فقط من رفتم چیزم مثل خودش از پلاسش میبره افتادی دنبال یه خانم جوانی که جای دختره تا بخوای باش ازدواج کنی. ببین کوی بیاونه بودن خوش هم باید بیدن میشه اصلا نمیدونم خودش هم خجی رو ما اصلا نمیدونستیم خودش خجی رو چه حالی قضیه جور شد از دست سنگ از پا رفت و سر زن مرد و از آن رفت اون سر مزارش و یا برگشت اومده ما اصلا نامه نمیدونستیم داریم نامه پزشک قانونی داریم. نه نظر پا ما نامه چرا نو خب اینجوری مرگش مشکوک بود چرا نبردی بیمارستان چرا نه خانم، پزشک قانونی نرسیدی. نه نبردی؟ خانم نه، یه لحظه هم مربی یه لحظه هم مربی همین یکی از شهاد اومد تصمیم داشت هنگمو بعد چم این اپراتو چفی میگیره یه روز خواست بیاد ایمون زخشه شد بر آموش بی بر جوش بی یه وقت دارم که اصلا پاییت آسیبت مردم و خمگی تو اصلا با کوبیو تو بگم با کو نبیام نگفتی آسیه تو من خود نرفتی سر مزارش گفتی عذاب وجدان دارم خودم رفتم سر مزارش از وجدان خب داشتم من خود اصلا ما دونستیم تو با او زینه رفتی ما زینه نانستیم تو نرسی تو خودت می گفتی برز پای من ردا بی ردا می سر او زینه تو خودت می گفتی من بعدش هم می گفتم. گفتی آج یه خانم. زینه تزبا بودم نان تو داوام آسیه خانم این چه کاره؟ یو من همه کاری طرف دعوات با این آقای خدا. منم وکیلم نمیخواد دیگه صحبت کنی با کسی که به ضررت باشه کارتو انجام بده
خیلی ممنون. من خدا میدونم آقا من یه شکایتنامه نوشتم برای شما چند شکایتتون کردم به دلیلی که مزاحمت ایجاد کردی برای این خانم جوون نه. یه چند روز دیگه ابلاغیه میاد برات بعد بیاید دادستان پیش دادستان صحبت کنید بچه از اینجا این طرفا خودت مجرم حساب میشی آره خودت مجرم حساب میشی به خاطر چی؟ به خاطر که نام پزشک قانونی نگرفتی خانم تا خاک کردی وقتی که ضربه خورد نرسیم خاکی کردیم خودش برامون سیمو گفت که مثلا ما گمگیم حتما تو شده خودش گفت با سر تو سرش مرد من رفتم از اون سر مزارش از حرفا کسی خاکش کرده بود ما خبر نداریم تو هم خودش از زبان خوش کن اون موقع آقای ما داغدار بید چه دونستی برای مگه پزشک قانونی درخت هزار تا درخت است مگه میشه شاید داشته بود نه کبیا و نبی 2000 تا خانواده ایران مثلا من چینه برم نه خونه کسی برم خونه کسی برم این از زبون خوش سیمو گفت حالا شما اینو خب ما رضا میگه این خانم زد تو سر خانم درسته؟ چرا آقا سجاد شما چی کار کردی؟ انداختن زندان؟ آقا من هول ببین خانم من هول دادم تو پس اینقدر سنجوبی بنده خدا قانون هست میرفتی شکایتش میکردی آسیه را بعد اومدی که اون هوله حالا دیگه یه اتفاقی میفته شکایت کردیم پلیس دو تلر شد سجاد گفت من از در ما خودم زدمش گفتم خب تو خدا به چی لگم میخوای منم با جایی سکیرا ما واسه تیره چیله بیره ما هلا فیل دارم سکیرا اصلا همیشه بیزازه داخل سر خیلی کنیم از نمی بخم کنار بیام زمانی که محل ما داخل آقا سجاد همین بیرسیه هیچ شونه مزاحمت هم براش ها هیچ شونه ایتونه جرا های هلی دام بیام سمت ما شونه ایتونه جرا اصلا خوش بس ایره هست سر زمین خاک نه زمین آجو بعدیم با آژانس رفتم تو آدر پندون کردی الان خون سیاه توشه شاید هم اینا سرد میشه شاید هم مثلا کونه میشه خراب مزه خراب میشه سرطان میشه کار خون سیاه کثیف تو سر باشه خراب میشه این زن سوسن خودش هم به بلند کرد اوچه خودش هم فرار کرد سلام آجا خوبین؟ سلام قربان شما بفرمایید ممنون اومدم برام جریان پرونده آسیه و سجاد لطف کردی من حالا این آقا را یه شکایتنامه نوشتم براش این آقا را شکایت کردم یه چند روز ابلاغیه میاد براش مجبور بیاد دادستانی و اینا اگه هم نیمد مجبوریم حکم بگیریم سرباز بفرستیم که بیاد ببره هم به دلیلی که میاد مزاحمت ایجاد میکنه هم که اومد اینجا میگه نمیدونم پولم دادن و فلان و بهمان بیسار میخوام بدن جریانش چیه شاید الکی اصلا از اول بیشتیشا خیلی بد توضیح داد خدا حالا یه مزاحمت ایجاد پس چه تو این سنگ این سنگ تو این سیمان بتونه و اصلا تو حالا پنو کرد چرا نیومدی شکایتش کنی بابا تو خواهد رفتی سرباز دادم با بردنش یه خیزه نهلش دو گفتم سجاد گفت من میخوام برم جایی گفتم خودم زدمش گفتم خود زدی خواه من خودت زدی حتما حدت با هم بودی حالا مشکلی نیست حالا یه رضا نمیدم قانون هست دادگاه هست این مشکل رو تو دادگاه اونجا انجام میدیم سرباز آوردم بردنش هر چه کار کردم بردنش این طور درک گفت من خودم به جاش میرم گفتم حتما خودم زدنت خودم انجام ده زیر زینتا کشتم گفتم خب بفرمایید ما 10,000 تا چه باشه من قبول دارم باید اونجا زندان باشه باشه این ازدواج با ما شاید رضا ده حالا شما میدونید جرمی که اومدی اینجا نشستی جرم اینجا که مثلا من طلبکارم طلبکاری بله طلبکارم قانون هست باید بیاد قانون وقتی که طلبکار شدی خب اون وقت بیا اینجا مزاحمت مزاحمت ایجاد میکنه یه مالی مانه یه مال منه عموم دی چی خواهی رو باید خانم شما نمیتونید اینو بگی مزاحمت ایجاد نه اصلا مزاحمت ایجاد پناه گرفت من پیشی آقا داره مواظبت ازش میکنه بعد این میاد داره مزاحم میشه اینجا مال منه مال توه حاج قاسم مال ایشونه خب حالا یعنی ادوسش خوش صاحب نه این نمیتونه که سندش به اسمشه سند به اسمته نه نه هر چی بوده مال منه حالا چه بشه حالا مشکلی نیست نه یکی 2 روز بیمارستان بستری بی
ده سر زیر زمین اینو بی هلا مقصری ما نیم نه. میگه حالا تو طرف شوهری خود من به کار شدم. من اصلا طرف شوهر ما از کار شوهر من اصلا خوشم میاد. دیگه دای چی کار میکنه؟ ده هی نه مزاحمت ایجاد کن برای این. اگه مزاحم میخوای بشی فایده نداره. اگه میخواد این بیاد اینا باید بیای زندان، میری زندان. اگه این خانم دخالت کنه تو کاره میای زندان. برادر منه. میای زندان. میای زندان. دختر آسه خانم یه دختر برادر لقمه فایده نداره جان با برادر اینا بحث کردن. دختر برادر لقمه نون میخورم و میرم. اینا فعلا نه دختر برادر من ولش نمیکنم. اما قاسم بفهم. بفهم. بیشتر بخواد. طلبکار اون دو طلبکار غذا تو خیلی ممنون دست در نکنه خیلی ممنون. لطف کردی. نه فهمم. وقتی زینمو کشته شد خب اون سرمو مثلا خون توش وایساده مثل آسیا خانم میومدی شکایت میکردی وکیل میگرفتی شکایت میکردی تا قضیه رو پیگیری میکردن. شکایتم کردم زندان هست مایدو. حالا فعلا اون رفت جای زندان خب یه دست منم آن رضا دار نمیدارم رضا خانم چی میگه ایگو تا تو با ما عروسی نکنین رضانه اول با خشوچه گفتن بیو بگو بله این ما فداریم ناراحت بیان تا زام رو زندان گو باشه تو گم بعد تا زاد آزاد کنه مثلا خون بعد بس میکنم گفتم ولی تو رضایت نه گفتی باید عقد کنیم بعد عقد باید تا خب آزاد تو سیت اول این آبروی ما نه علاقه بری تو. من آمو ما داوله تا لنا من نشست صدا. خب تو سیت حلقه نورداشتی؟ سیت لباس چی سیت چردم وضو چردیشون وزول چی و خانم وکیل چی وزول و یکی وقتی یکی خوش نخوای کار کنه مجبورش بکنی خب مجبور چی چه اصلا آقا مجبور نچردیم مثلا خون چردم سی خاطر آقا سزا چردم چی به زندان بیاسته غلط چه سزا و تو رفت سزا و زمر زندان من سی خون خاطر سزا می کار چردم من خون سزا در بخوام وکیل اجرام سزا و تو هیچ ربطی نداره سزا وکیل قانون خاطر سزا نه آمون خون فرق داره چه کار داری منو آقا قاسم اومد به وکیل بر سجا. خب من رفتم ایشون اومده. ایشون نمیده برای سجاد. ایشون اومد جریان خودشو گفت. من گفتم میتونم وکیل خودت هم بشم تا ببینم این جریان چیه. اگه اینجوری خب یه قتل اتفاق افتاده. با قانون پیگیری کنه یا نه؟ این میگه قاتله. اگه قاتله خب قانون باید با آسیا خانم برخورد کنه. حالا سیت همون روزی که امیر زیر زمین فرار چه خب فرار کرده خود چه مشکل آقا اگر دونستی که خود مقصر نیستی سیت فرار کرد آقا فکر خانه وکیل میگه چی رخم تنایم یه 3 روز لوترش یه شورا و اهالی همین فامیلش 7-8 تا نورداش تا اون تا اما قاسمات ننشسته نمورو اومد گفته تو با حتما با عروسی کنی یه جفتری ما نتیزینش کشتی خباش عروسی نکنی یه صبح پس فرداش میرو و مگو امی ته خب تناب اومد هول نامه داخل آقا تا نالشتش من چوبا گرفتم گفتم امی چوبه ول کن ولش کن ولش خوش از زمین سشن زمین آدورد من به تو سخات آقا اصلا میگه فرار کنه اهالی مردم روستایی چه تیگو ولی چی دو روز بستری بی چرا روز فرار بستری خب من ای صحنه گرفته ای سن رو میخواست فرار کرد و زالم را زالت رو از خم تنابیون 4 نفر 10 نفر هر دمون آدمی ها داخل و زالم میره مشکلی نیست از این لحاظ. من اینو پرونده رو بررسی میکنم میدم دادستانی حکم و همه چیز رو میگیرم دادستان خودش میاد اون صحنه قتل اگه قتل اون صحنه‌ای که اتفاق افتاد برای خانم آقا امیرا من بررسی میکنم آسیا خانم اگه قتل باشه خود دیگه شما میافتین زندان دیگه از اون طرف هم من باید چون که وکیلتونم و اینا باید بتونم دفاع کنم ازت حالا اگه هر چیز هست اگر اتفاقی هم افتاد میتونی خصوصی بیای با خودم صحبت کنی. نه اشکال نه آقا چی خانم وکیل حالا که اتفاق هست چی تنوابی میبرم زندان بهتر تا آقا سزاد اول با آقا سزاد اینو بو بیاسترم حالا باشه اونو پیگیری میکنم و اینا اونم بیگناه میاد بیرون مشکلی نیست حاج آقا من دیگه دادستان خودش میاد دیگه پیگیری میکنه نیرو میفرسته صحنه‌ای که میگه خانمت کشته شو خودت افتادی اینا همه بررسی میشه اگه خودت مقصر بودی هیچی خودت میافتی زندان اگه خودت مقصر هم نبودی این خانم یه خودش آدم به کارش ناشن شد رضا تا نمیدونم من حاج آقا بله بعد صحبتی کنه صحبت بچه به چی که گرفتی؟ به چی گرفتی برای من خود راسته؟ نه نخوشه وقتی زنم که مثلا کشتی شد رفت سر مزار شد دوباره خودم من حال جای سنگ پسر سرم
سنگ آقا خورشید داستان خودش میاد خودش همه چی مشخص ترکیبی بیمار با میکنه. تو روشن کنه. همه چی چون که ولی چی قد از دیدیم این همه بعد چی ولی چی مشخص می‌بینی؟ میشه. نه والا چی ما همه چی باشی ما صحبت کنیم نه بابا فعلا فعلا با چی دیگه ما درست کنیم. بعد تیاری میشه. الو سلام. آره بیا دنبالم. ممنون خدا. آسی خانم من برم کارم که انجام میدم و نه اینا. لقمه بیشتر میخوام نه دست شما در خوشمزه بود. دست شما میشه در زود. نکنه. ممنون. ببخشید مزاحمتون شدم. بخشی ولی لباس خواهش بیمه می‌کنم. داره اختیار کسی دارید. بخش بازم دست نکنه خواهش این می‌کنم. امیر بی با دو جوشی چند وقت چه برای تعریف چه باشه تو این هر چی از دوست دارم این خانم است. شکر آره خدا حافظ شما. سلام